درود. مهمون امروزمون کسیه که ماینکرافت خیلی دوست داره. کسی که چین بوده، ماشینش هم چینیه. نمیدونم چه ربطی داره ولی خب امین بهتویی با ماست. بچه داشتی اسمشو چی میذاری؟ پرهام. پرهام؟ مسخره میکنی؟ نه والا پرهام. میگم و به من نزدیک نشو زیاد. برای چی؟ من به کسایی که ماشین چینی دارن حساسیت دارم. کهیر میزنم. از همین اول شروع کردی به تخریب ماها. نه بابا تخریب چیه؟ حست چی بود وقتی برای بار 5 رفتی هات شو؟ چی بگم والا خیلی دلم میخواست ساحل رو اخراج کنم. تصمیم بجا و صحیحی بود. به نظرت جذابترین شغل دنیا چیه؟ به نظر من لوله کش خوبه ولی خب برای پوشش. پوشش چه کاری؟ نیازه بگم؟ اگه بخوای از یکی انتقام بگیری چیکارشون کنی؟ دعوتش میکنم هات شو. مگه ساحل رو اخراج نکردی؟ نه هنوز ولی به زودی. بین 8 و 9 چه عددیه؟ 6.5. حداقل میگفتی 7. خب میدونی دیگه این قسمت کادوه. ببینم چی آوردی برامو. تا حالا که همش تخریب روم کردی. نه بابا یه تور سفر خارج، اونم 2 تایی با یه چیز خوب. بابا باریکلا. این اپیزودم تموم شد. همین. فقط لایک کنید، ساب کنید، کامنت هم اگه گذاشتید که دمتون گرم.